گردش ماه به دور زمین و علوم سال 4. سلام، اینجا هلکاردسی و من محمد رضا محسنی هستم. با این ابزار آموزشی امروز میخوایم در مورد ماه قمری یا به نوعی گردش ماه به دور کره زمین و یا باز به نوعی دیگه اشکال مختلف ماه رو بهتر ببینیم، آشنا بشیم و در قالب این بازی اون رو مرور کنیم. گردش ماه به دور کره زمین و یا با نام انواع اشکال مختلف ماه که تک تکشون رو براتون توضیح میدم قطعات رو و انشالله که میریم برای بازی و نحوه ساختش. یک دایره داریم به این صورت که در یک مستطیلی که اومدیم دو سرش رو به صورت نیم دایره برش زدیم و به این صورت حالت تقریبا شبیه بیضی در آوردیمش، ولی خب بیضی نیست، بیس کارمون هست. بعد یه دایره رو به اینجا میذاریم که بتونیم بچرخونیم اشکال مختلف ماه رو و توسط یک پیچ با سایز 5 در طول 2 سانتی متر اون رو فیکس میکنیم و در آخر سر هم خورشید رو بهش اضافه میکنیم. تک تک اینها رو براتون انشالله توضیح میدم که کار خیلی ساده است، کار مشکلی نیست. این بازی و نحوه ساختش راحت. خب اول میایم و خورشید رو در جای خودش فیکس میکنیم. قسمت زرد وسطش رو هم همینطور اضافه میکنیم. بعد در ادامه زمین رو رد میکنیم، پیچ رو ازش و میایم و زمین رو هم به قسمت مشکی وصل میکنیم و هر دو رو به کمک این پیچ از سوراخ رد میکنیم. قسمت پشت رو فیکس میکنیم و این دیگه الان آماده است برای اینکه بتونه بچرخه. خب کار در این قسمت آماده است. تزیینات زمین هم بهش اضافه میکنیم. و زمینمون تقریبا تکمیل شده. خب میمونه اشکال ماه. خب ببینید ما توضیحی که باید داده بشه اینه که در این قسمت که ماه به صورت کامل ماه نو شروع میشه، یعنی ماه ناپدید میشه و از این قسمت شروع میشه و تا اینجا دوباره به حالت عادی برمیگرده. یعنی ماه نو ما در اینجاست و ماه کاملمون در این قسمت و به ترتیب اگر بخوایم بریم، من این رو به عنوان بیس گذاشتم که مسیر رو شما بدونید که باید چطور برید. و 2 تا الان هلال داریم.
این دوتا هلال باید هر دو رو چسب بزنیم و ببینید که جالبینه اینها کجا قرار میگیرن. این کار در این قسمت قرار میگیره و این کار در این قسمت به این صورت قرار میگیره، به این صورت. بعد 1/4 ماه، 1/4 که میگم منظور اندازه ماه نیست، الان که اینها نیمه است و نصفه، منظورم از زمان 1 ماه به 1/4 برسیم، یعنی 1/4 ماه، از اینجا که گردش شروع میشه تا اینجا به این میگن 1/4 ماه که به این شکل هست و 1/4 انتها به این شکل هست، یعنی برعکس هم. همینطور یه بخشی داریم به نام ماهی که در حال کامل شدن هست، یعنی به این صورت میره برای کامل شدن که به ماه کامل یا ماه تمام و یا ماه بدر یا همون ماه شب 14 نزدیک میشیم. از اینجا به بعد دوباره میریم در کوچک شدن به لحاظ ظاهری و به این صورت میشه، نم نم کم میشه. این رو میگن ماه در حال ناپدید شدن، کم کم میره و به نقطه ناپدید شدن میرسه. کار به این صورت مشخصه، چرخش داره و میشه ازش استفاده کرد و در نقطه به نقطه از فرزندانمون بخوایم که توضیحات مربوطه رو بدن، یعنی ماه نو 1/4، ماه کامل 1/4 انتهایی، هلال هایی که رو به کامل شدن و رو به محو شدن میرن و به طور کلی تمام موارد و میشه گفت حدود اگر 27 روز 28 روز در نظر بگیریم، این تقریبا 2 هفته است و اینجا میرسه به 4 هفته. همه اینها توضیحاتیه که میشه در حین بازی داد، چرخششون رو هم داشت و با بچه‌ها و فرزندانمون و دانش آموزان عزیزمون در این مورد کار بشه و صحبت بکنید. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب بفرمایید و برای اینکه فیلم های ما رو که یک روز در میون به صورت جدید در کانال آپلود میشه از دست ندید، زنگوله رو بزنید. ممنونم و خدا نگهدار.